ببخشید من کمرم واقعا درد کنه مجبورم یه بغله بشینم. راحت باشین، فرق نمیکنه. ببخشید. اه، سلام سلام. بیادر خوبه. سلام. شلونك؟ قربان تشکر خیلی والله باشی. بس كل ثانية أقول لك شير كونين لايفه كل یک شیر کنین لایو هستر دوستان بانین یک شیر کنین لایو خواهش میکنم. سلطان جان خوش آمدین در لایف. شما علاقمند بودین که برگزار صحبت داشته باشین. خوش دیدم در لایف اومدین. میتونین که صحبت هایتان داشته باشین. بله. سلام برس آقا رضا و سلام برای خودت افسون و دوستایی که در اینجا میبینین. البته ما در شروعات که شما در تیک تاک ناو جوین کرده بودین، بعض از دوستا برای ما پیام کرده بودن که آقا رضا را اگه میتونین یک رقم سپورت کنین امراش باشین. باز بعد از او که ما دیدیم چون افسون جان هم میشناسیم، خودت امرا اینا آشنا شدین، در لایفش بودین، باز اینا سپورت شروع کردن. ما گفتیم که چی ما یا چی افسون یا چی دیگه وطندار باشه، فقط امی که نام ملت بالا بره و یک افتخار برای افغانستان باشه. باز پیشترام امرای افسون جان صحبت کردیم، البته منتظرتان بودیم و ما خواستم که یکی از گلوبال پیس امبسیدر در اینجا امرای شما معرفی کنم و درباره شما یاد کردم. برایشان گفتم که شما در موتورشوی قطر هم جوین کردین و نتیجه از اینکه پیشترام کمتون شنیدم، البته یک ریزلت براتان آمده که آفرا چند آفرا از شرکت ها و از کسا براتان آمده. خدا کنه که این آفرا مفید باشه. به نظر شخصی ما هر آفر که اگر برای خودت میایه، برای ما تنامی لوگوی از این مهم است که معلوم باشه در تمام دنیا که لوگوی از افغانستان است یا ایره یک افغان جور کرده. و یک چیز دیگر که براتان یاد کنم، سوال جواب زیاد است بالای افسون جان، زیاد ویدیو گرفته شده. سوالی می طبعا مردم افغانستان هستن، کسایی که میخواین زیادتر بفهمن یا کسایی که پرسان میکنن در چی نتیجه رسیدن، چی گپ است چی گپ نیست. هر رقم کمک که برای خودت شده، اگر کدام ویدیو جور کنی یا تشریح به مردم بتی، بهتر است که گپ بسیار معلوم باشه. ما میفهم که کار آسان نیست. یک چیزی که شما یک افتخاری که به ما آوردین قابل قدر است، اما مردم هم منتظر عزیز که آقای رضا چی کرد، از کجا شروع کرد، در کجا رسید. سوالیه همیشه در این چرا داخل موتر بالاش کار نکرده، وزن موتر چقدر است، کدام ماشین در از استفاده میشه، چرا پارتنرشپ امرای کمپانیای بزرگ نمیگیره. به خاطر قسم که ما یاد کردم، لوگوی موتر بسیار مهم است در دنیا که از افغانستان جور شده باشه. باز این نتیجه رسیدیم که ما امرای خودت یک دفعه هم صحبت شیم با ببینیم ما چی کمک برات میتونیم. اینوستر قوی کار داریم در موترشوهای اگزیبیشن های جهانی، تو را برای جای پیدا کنیم که در اوجا انوایت شوی، یا امکانات هزی است که کدام کانفرانس برای جور کنیم که تجارای موترهای بزرگ است، یا ما خواهش کنیم از یک وزیر یا یک کسی که در اروپا است یا در امریکاست که خودت یک دفعه از نزدیک ببینه و همین کانسپت تا برش تشریح کنی تا جایی که بتونی. و یا ما بتونیم که امرای تلویزیون های میدیای بزرگ، نه که یوتیوبر، نه که تلویزیون لوکال افغانستان یا تیک تاک، با اینا صحبت کنیم که برای خودت یک وقت بده که از ایت انترویو بگیرن، برایشان تشریح کنی چی کمک از دست ما برات میاد که ما کمک کنیم، به شرط که همه کمک از طرف ملت افغانستان، مردم افغانستان، دوستای ما یا از افسون جان، از هر کس، همه کمک باید برایشان. هر کدام از یارا مردم افغانستان یادت دارن، اگر این سیگرت هم خریدم میگه چند خرید بلشه برای من نشان بده. همه کمک باید پاک باشه، به خاطر که مفید برای ملت افغانستان است. برای خودت افتخار افغانستان هستی، اما مفید برای نام افغانستان و مردم افغانستان است. در این باره یک کمک میخوایم از خودت بشنویم. ممنون، متشکر. اول برمیگردم به بحث آخرتون، بحث شفاف بودنه. من دو تا چیز رو متوجه شدم. مردم افغانستان بسیار تشنه خدمت و شفافیت هستن و برای این هزینه میکنن، همه کار میکنن و وقت هم میذارن و براشون هم مهم هست. من خواستم با این کاری که کردیم با خانم الماس اومدیم توی این پروسه شرکت کردیم، ما تمام دیتای این رو نگه داشتیم بالغ بر تا قبل از مجموع لایو هایی که تو قطر بریم
45607 نفر یا 45609 نفر آدم مجموعاً از طریق تیک تاک به ما کمک کردن. رقماش همه چیز هست. ما یک دیتابیسی داریم، اکسل شیت، که دقیقاً اونایی که از طریق تیک تاک کمک کردن دقیقاً اسمشون رو وقت نکردیم در بیاریم کدوم اکانت بوده، ولی تمام کسایی که از طریقایی مثل پیپل، صرافی، سوپر چت، یوتیوب و اینها که اسمشون مشخص بوده، بالغ بر 300 نفر کسا بودن که ما در آوردیم داده ها رو که بعداً بتونیم روی این داده ها یه تحلیلی حتی بکنیم. حتی اگه استاد دانشگاهی یا کسی که دیتا ساینس خونده بتونه کمک بکنه به ما که تحلیل بکنیم این داده ها رو، چون این یک تجربه اجتماعی جامعه شناختی خیلی بزرگ بود، بتونه کمک بکنه به کسایی که روی دیتا ساینس داده کاوی کار میکنن. همه اینها رو داریم به تفکیک تاریخ، مقدارش، کسی که کمک کرده، از کدوم کشور بوده، از کدوم طریق بوده، همه چیز رو داریم شفاف. ولی اینکه تا به امروز اعلام نکردم از یه جایی به بعد، روزی 21 ساعت داریم واقعا کار میکنیم. من الانی که لایو شاید نزدیکای 5 صبح قطر تموم بکنم، من دوباره 8 صبح از اینجا باید بلند شم، چون 9 صبح یه قرار صبحونه کاری دارم با همون مجموعه که داریم باش کار میکنیم. و واقعا اگه دقت کردید، من تو کابل وقتی لایو میرفتم ریشم خیلی منظم بود، وضعیت مو و الان تقریبا خودمو نمیشناسم وقتی تو مدیا میبینم. من باید برگردم کابل و یه مدت داده هامو سورت کنم و بعد بتونم اونو تفسیر کنم و خیلی خلاصه برای مردم بتونم ارائه بکنم. و این ارائه من باید یه طوری باشه که چون من مخاطب از بچه 6-7 ساله دارم تا آدم 70-80 ساله، بعد به 2 زبان هم هست، من باید یه طوری بتونم صحبت بکنم که دقیق باشم و قابل فهم. دقیق بودنم انقدر تخصصی نشه که وقتی صحبت میکنم برای یک پیرزن 80 ساله قابل فهم نباشه. این مقدار زمان میبره، خودش یه پروسس. و در مورد اینکه چی دقیقا نیاز داریم خیلی خوبه. یه چیزی هست بهش میگن proof of concept، شما بهتر میدونید، تایید ایده. از یه جایی خب ما یه پیشبینی از اینکه میخوایم چی کار بکنیم داریم، از چیزی که داریم، اینکه چی کار میتونیم باش بکنیم و اینکه میخوایم به کجا برسیم. ما اون پیش بینی ها رو داشتیم با یک شرکت آلمانی، ما به توافق رسیده بودیم، یک کاندیشنال یسی در واقع به ما داده بودن، یک بله مشروط که اگه شما بتونید بین 26 تا 32 میلیون یورو برای ما تامین بکنید، ما بین 20 تا 24 ماه 3 تا موتور برای شما دیولپ میدیم که استاندارد توف رو به شما میده و ACAP اگه اشتباه نکنم، که این استانداردیه که میتونیم تو اروپا و توی آمریکا موترمون رو پلت بکنیم که هر 2 سال یک بار هم رینیو میشه. ما بر اساس این آفری که گرفته بودیم یک بیزنس پلنی دیولپ کردیم، یک طرح کسب و کاری توسعه دادیم بر اساس این و اومدیم توی نمایشگاه قطر و اینجا سعی کردیم که بیزنس پلنمون رو امتحان کنیم که آیا این بیزنس پلن کار میکنه یا نه. چیزی که اینجا متوجه شدیم اینه که توی قطر BMW نیومده بود، BMW خاورمیانه اومده بود. یعنی اینا در واقع یه جورایی دیلرشیپ بودن یا ایمپورتر بودن، کسایی بودن که وارد کننده BMW بودن. مثلا الفردان کار BMW رو میکرد، دوباره تماما شرکت‌های عربی بودن که وارد کننده خودرو بودن و اینا بیشتر کارشون فروختن عمده موتر بود، چون دفاتر کاری داشتن به شرکت‌ها، به تاکسی‌ها، به این شکل. و اینجا خود هدکوارتر شرکت‌ها نیومده بودن. این یه مسئله است، باید در نظر بگیریم که ما بین یک مشت ایمپورتر و دیلرشیپ داشتیم رقابت می‌کردیم. از طرفی فقط یک روز داشتیم که اون یک روز 9 اکتبر بود، میتونید که روی وبسایت چک بکنید. یک دیزاین فرومی بود که اون دیزاین فروم اسکیجول مشخصی داشت، یه سری طراح اومده بودن صحبت میکردن، یه شامشایی بود. به اون شکل اینجا بیشتر جای خرید و فروش موتر بود، جای ارائه کردن کانسپت نبود. 5 روز اول ما تمام تلاشمون بود که برای اون بیزنس پلنمون بتونیم سرمایه گذار پیدا کنیم که خب جواب نداد. وقتی شما من محمد رضا دارم از دوحه قطر بهتون گزارش میدم. دوحه یک جوری بیشتر سرمایه گذارا دوست دارن روی ریال استیت، روی
ریال استیت، روی زمین و ساختمون و سازه سرمایه گذاری کنن. زیاد آدم سوپرکار شاید من به تعداد انگشتای دست هم ندیدم. خیلی متفاوته با دبی. اینجا خیلی علاقه دارن به ریال استیت، به ساختمون، اون رو پول واقعی میدونن و روی اون سرمایه گذاری میکنن و بقیه چیزها هم بیشتر یک جور شو آفه. شما وقتی میرین تو قطر احساس میکنین که اینجا یک شهر پیشرفته‌ای بوده یک زمانی در گذشته و یک تمدنی داشته و الان اون تمدن نابود شده و اینجا یک جوری مثل یک شهر خالی هست. داره مرکز نوآوری داره، ونچر کپیتال داره، صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر داره، ولی همه چیز یه جوری انگار وارد شده، فرهنگش رو ندارن. شما اینجا پایه چراغ علامه‌ای که موترها سرخ میشه و میرن و میان، اون برای عابر پیاده کار نمیکنه. شما تو دوحه سطل زباله رو چی میگین؟ کثافت‌دانی نمیتونید پیدا کنید. یعنی اینا یک چیزی رو آوردن، یک کانسپتی رو آوردن، ولی فرهنگش رو به اون شکل هنوز ندارن. اینجا اون فرهنگ سرمایه گذاری نبوده. 5 روز اول تلاش داشتیم تا برای اون بیزنس پلن تولیدمون توی آلمان به روش CBU سرمایه گذار پیدا کنیم که نشد. یه 2-3 روزی در حال یه پروف آف کانسپت برای یک ایده دیگه داشتیم و امروز خوشبختانه که فردا رو هم هنوز داریم، امروز ما متوجه شدیم که یک شرکتی هست به اسم، نمیدونم گفتنش درسته یا نه، امیدوارم تو سوشال مدیا کسی براشون مزاحمت ایجاد نکنه، شرکت فرماکار، میتونید توی وبسایت نمایشگاه ژنو ببینید. شرکت فرماکار دقیقاً دیوار به دیوار ما هست و ما یک جورایی لازم و ملزوم همین. تو طول این 7-8 روز ما خیلی متوجه شدیم که خب جواب این سوالی که الان از من داره پرسیده میشه در واقع یعنی مشتری که اومده من برای قرفه کنار دست منه و گاهن پیش میاد که مشتری که برای اونا میره اونا میفرستنش برای من. به خاطر اینکه ما یک دیزاین استودیویی، ما یک طرحی داریم که تکنولوژیشو یا نیروی فنیشو نداریم تو افغانستان که بتونیم اینو تولید بکنیم. در عوض قرفه بغل دست ما یک شرکتی مشابه با شرکت منصوری، نمیدونم کسایی که آلمان هستن احتمالاً میدونن. شرکت منصوری یک شرکتیه که بهینه میکنه موترها رو، تیونین میکنه. یک موتری از فراری میخره، روی انجینش کار میکنه، روی پرفورمنسش کار میکنه، روی بادی کیتش کار میکنه و اون رو بهتر میکنه و میفروشه. این یک همچین شرکتی هست که ما دیوار به دیوار هم قرفه داریم و امروز ما یک بیزنس پلن جدیدی رو رفتیم تستش کردیم که ببینیم کار میکنه یا نه. یک کسی مراجعه کرد که گفتن ما سرمایه گذاری نمی کنیم 32 میلیون یورو، ولی ما این ماشین رو همین لحظه همینجا میخوایم بخریم، قیمت چند؟ همین لحظه همینجا میخوایم، قیمت چند؟ و من گفتم این خیلی بستگی داره به چیزی که شما میخواید. گفتم بیشتر توضیح بده. ما یه چارت تخصصی داریم که دقیقاً تا تعداد نت و بولتی که لازم داریم برای ساختن این موتر رو داریم. زمین میتونیم بدیم 18 صفحه است که تا تعداد نت و بولت ما از چه انجینی استفاده میکنیم، گیربکسش 2 کلاج است یا 1 کلاج است، از کدوم شرکت هست، این هست. میتونم بهتون نشون بدم یا نه؟ بذارید من بهتون نشون بدم این دوربین رو میتونم ریورس کنم یا نه. میرور یور ویدیو. خب ببینید میتونید بخونید. من اینجا نوشتم بلوپرینت انجین GM LS3 style V8 6.2 liter 530 horsepower 495 foot of torque. کنترلرش چی هست؟ گیربکس چی هست؟ گیربکس از شرکت ودله هست. S5 سیکوئنشوال یعنی دو کلاجه 5 اسپید مثل ترانزاکسل هست و همینطور الی آخر. این یک صفحه و این صفحه بعدش این فقط مربوط به انجین هست و گیربکس. این صفحه مربوط به الکترونیک همون انجین هست. این صفحه مربوط به تانگ تل، بریک، کلاچ، پایدال ها که این صفحه مربوط کامل به اون هست. این صفحه مربوط به درایو لاینه که ما تو افغانستان بهش میگیم اکسل. این درایو لاین مربوط به مشخصات درایو لاین هست.
صفحه بعدش مربوط به ریل کلیپ اند ساسپنشن هست، سیستم جمپین موتور از عقب که تا میره پشت سر، سیستم جمپین جلو. این چیزی اون دیتا شیت تخصصی که ما خودمون دیولپ دادیم. اگه ببینید تعدادش یونیت پرایس و توتال پرایس هست. رضا جان خیلی اگه زیاد خود خسته نستید. خیلی خوبه، خیلی فرصت خوبی هست و ما دقیقاً حتی قیمت هامون هم میدونیم. مثلا شما میتونید چک بکنید، اگه کسی اسکرین شات گرفت میتونه بره بلوپرینت این انجین رو سرچ بکنه و قیمتش فقط یک انجین V8 $10,459 هست و حتی بعضی موقع تا سنتش رو هم اگه ببینید ما دقیقاً اینجا وارد کردیم و نوشتیم. اینجا این 75 سنت رو میبینید که ما دقیقاً این رو نوشتیم. و در کنار این ما یک چارت دیگه هم داریم. زبی اون هست؟ نیست؟ خب یه چارت دیگه هست که ما دقیقاً چه ماشینری هایی نیاز داریم و اون ماشینری ها چقدر طول میکشه تا بیاد، قیمتش چقدره، کدومهاش سفارشی هست، کدومهاش سفارشی نیست. اتفاقی که افتاده، شرکتی که به اسم فورماکار با ما دیوار به دیوار هستیم، این شرکت اصالتا روسی هست ولی دفترش توی UAE، توی امارات. اینها مشتری های خاص دارن، یه دونه مثلا پورش 911 رو تحویل میگیرن و کامل تیونین میکنن و پس میدن، ولی شرکتشون توی روسیه است. 22 سال توی این کار سابقه دارن، نو نیم هستن. این خیلی خوبه و بابت این قضیه به ما گوش میدن. من فینیشینگ کار اینها رو، کوالیتی کار اینها رو و سرعت کار اینها رو از نزدیک توی این نمایشگاه دیدم. خوبیش اینه که با هدکوارترش، با CEO ش، با دیزاینرش اینجا صحبت کردم و ما برای مدل خوبیش اینه که اینا اینفراستراکچر رو زیر ساخت رو، اون جدول دیگه‌ای که ما داریم که تقریبا نزدیک بیش از $2 میلیون ما ماشینری نیاز داریم، این شرکت روسی داره و ما داریم میتونیم آوتسورس کنیم تولیدمون رو به این شرکت. خوشبختانه که یک شرکت دیگه پیدا کردیم از امارات که اینها کار لیگالش رو میکنن که ما بتونیم این موتور رو، استانداردها رو براش بگیریم و این رو بتونیم پلت کنیم. ما الان از سیستم جوینت ونچر ما 2 تا شرکت داریم روی این کار میکنیم که یک بیزنس پلنی دیولپ کنیم، چون اونها الان مشکل مشتری دارن، ما مشکل مشتری نداریم. تو امروز وقتی این بیزنس پلن رو سعی کردیم امتحان بکنیم 2 تا مشتری پیدا کردیم تقریبا تو 2 ساعت. یعنی ما تو این مدت 8 روز چقدر ما مشتری از دست دادیم به این علت که بیزنس پلنمون رو امتحان کردن بیزنس پلنمون 8 روز تقریبا طول کشید. ما دیتامون رو فرستادیم برای اینها، قیمت رو. و چرا ما این دیتا رو انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه ما قرار در بلند مدت توی افغانستان موتور تولید بکنیم. این قطعاتی که من انتخاب کردم، آمریکا اگه سرچ بکنید یه کلمه هست به اسم رپلیکا، ماشین هایی که کلاسیک هستن مثلا فورد جی تی جنریشن 1 و بعضی موقع جنریشن 2 دیگه تولید نمیشه ولی مردم آمریکا هنوز خیلی اولد اسکولن دیگه. مردم آمریکا همه چی اولد اسکول، خیلی این موتورهای قدیمی رو دوست دارن. بعد یه شرکتایی هستن که این ماشین‌ها رو اصطلاحاً رپلیکا میکنن، یه کپی برابر با اصل از این میسازن. از این شرکت‌ها اگه سرچ بکنید رو گوگل بسیار زیاد هست و اونها شروع کردن یه سری قطعاتی رو تولید کردن برای مثلا اونجایی که بریک دست بهش وصل میشه، درایو لاین، همه چیز. اینها رو ما میتونیم از اونجا وارد بکنیم که ما دقیقاً اونها رو انتخاب کردیم. چرا؟ چون استانداردن و از طرفی تکنولوژیشون به تکنولوژی ما تو افغانستان بسیار نزدیکه. اگه نمیدونید ما کارمون تو افغانستان مهندسی معکوسه. خیلی تو افغانستان کسی دنبال این نیست که یک برند جدید درست کنه. معمولا برای ما یک بوتل مثلا روغن مو میارن و میگن ما پاکستانی و میگن ما دقیقاً میخوایم این رو کپی کنیم. مثلا یک شامپویی توی بازار خیلی طرفدار پیدا میکنه، میارن برای ما و میگن این رو کپی کنید، صابون دیتول میارن و ما کارمون توی کابل بیشتر کپی، های کپی هست، کپی برابر با اصل تقریبا. و ما اگه تکنولوژی خیلی دورتر از تکنولوژی خودمون انتخاب بکنیم، مثلا تکنولوژی جرمنی، ما تا مدت ها وابسته میمونیم و ما نمیتونیم اون تکنولوژی رو
بومی سازیش بکنیم، اون تکنولوژی رو بتونیم بیاریم داخل افغانستان. این مجموعه قطعاتی که من انتخاب کردم بسیار تکنولوژیش کارگاه‌های کوچیکی هستن، شرکت‌های مید سایزی هستن تو آمریکا که این قطعاتی که ما انتخاب کردیم بسیار به تکنولوژی ما تو افغانستان نزدیک هست و ما در شاید نزدیک به 1 ماه، من نیروهایی دارم تو کابل که تو نزدیک به 1 ماه میتونن اینو برای ما مهندسی معکوس بکنن و با یک سری تغییراتی مشکلات دیگهش رو هم، منظورم که متوجه میشین، دوست ندارم الان اینو بگم یه سری دشمن احمدی من میخوایم همینجا چیز کنم، خیر از شما خدا یک کمک بهتر از مخلص باشه هرگاه به خاطر که رضا جان کارشان بسیار موفقانه پیش ما یک چند چیز یاد میکنم براتون اینجا میگم. اول درباره از این لیست که یاد کردین، یک دقیقه اجازه بدین. لیست که یاد کردین رضا جان البته خوب است، کار نیک است، اما این یک برانچ شاید در امارات دبی باشه، اما این یک شرکت روسی است. من نمیفهم که در سطح بین المللی پروداکت که در موتر شما استفاده کنین قابل قبول است یا نه، یا نه یک زد امرای دیگه سوپر اسپورت کارایی که هست اینجا است. یکی و دوم، بدون از اینکه شما اینستال نکردین، تمام این چیزا اینستال نشده در موترتان تا حالا و شما مشتری پیدا کردین با موتر، این یک کمک جالب است که مشتری بدون که بفهمه که این موتر وزنش چقدر، ماشینش چی است، یا است که شما هم لیست برشان خواندین گفتین که ما از این چیزایی است که ما استفاده میکنیم برای موتر خود. سنجر عزیز خوش آمدین. اجازه بدین خیلی گیم هم پلی میکنم، همزمان وقت مزایی نشد چون هدف بله. کسایی که میخواین حمایت کنن طرف رضا جان احمدی لطفا حمایتتون شروع کنین، ما همزمان میتونیم صحبت هم کنیم. کم وقت اینال شرکت آلمانی که برای شما آفر داده، اگر پول زیاد است، هر چیزی که باشه جرمنی، میدن جرمنی در دنیا نام داره. خود در قطر هستی و زیادتر درباره شنیدی، تمام شیخ‌های امارات قطر یا که هست اینا میخرن میدن جرمنی را به بسیار کمال و میل. به نظر شخصی ما که بسیار یک اینوستر قوی داری، یگانه اینوستری که در میدلیست است سیگان است، یک بچه ترک است، باید تمام کانسپت تا گرفته بر او معرفی شوی. من میتونم که شماره تلفن از او را که ایمیلش برات بدم، اگر دبی رفته میتونی او زود قدم میبینید از نزدیک پیش بیشی و برش تشریح کن. چند چیز دیگر متوجه باشی رضا عزیز، حکومت فعلی افغانستان قابل قبول بین المللی نیست. چنبر بزنس ما نداریم، بزنس چنبر در سفارت ها ما نداریم. حالت فعلی که روان است تجارت، بزنس های کلان، خصوصا تو یک لوگوی جور کنی که به نام یک کشور یاد شد، مثل که مرسدس از جرمنی است، فورد از امریکاست. این که سیاست تعلق داره. یا فعلا کشورهایی که زیادتر اون در قطر خرید و فروش که زیادتر دارن، اکثریتش از ایتالیا و فرانسه و جرمنی است، از روسیه نیست. این چیزایی است که باید در آینده هدف سلطان جان هم حمایت رضا جان است. میخوای برش یک رای دیگه هم پیدا شوه که در پلی از اینکه مردم حمایت میکنه یک رای دیگه هم پیدا شوه. هدف سلطان جان حمایت است فعلا. اگر توضیح هم میتن دوست عزیزمون این رو بگم که من موقعی که طراحی میکردم این موتر رو نگاه میکردم به این که چرا طراحی هایی که از آمریکا میاد بیرون جهان شمول میشه ولی طراحی هایی که از چین میاد بیرون به اون شکل نیست. چیزی که من فکر میکنم اینه که چون آمریکا توسط مهاجرین ساخته شده، یعنی شما توی نیویورک میتونی 100 تا زبان دنیا رو بشنوید. وقتی یک طراح توی آمریکا میخواد یه پروداکتی رو دیولپ کنه، خیلی حواسش به این هست که یعنی در واقع داره بدون که بدونه یا شاید هم میدونه داره یک پروداکتی رو تولید میکنه برای یک دنیای کوچیکی، یک دنیایی که تو آمریکا جمع شده. شما اونجا ذائقه آسیایی داری، ذائقه اروپایی داری، ذائقه خاورمیانه داری، ذائقه آمریکایی داری، آمریکای لاتین رو داری، آفریقا رو داری. وقتی شما آیفون رو طراحی می‌کنی انقدر خوب در میاد که تو تمام کشورهای دنیا سر دست میشکنن که بخرنش. همون وضعیتی که تو امارات هست همون وضعیت توی چین هم هست. من موقعی که طراحی می‌کردم حواسم بود که آمریکایی‌ها اگه دقت کرده باشین از سرک بگیر تا خونه
تا موتر تا هر چیزی رو که بگید خیلی بسیار بزرگ طراحی میکنن. این ذائقه آمریکایی خیلی مازل کار دوست دارن. اروپایی‌ها بسیار مینیمالیستیک دوست دارن، خیلی ساده دوست دارن، همه چیز رو خیلی خلاصه دوست دارن، به اون شکل هست. و سمت آسیا بسیار تک فریک هستن، بسیار شیفته تکنولوژی هستن، گروه‌های باریک دوست دارن، همه چیز رو خیلی ظریف دوست دارن. اگه شما به طرح موتور ما نگاه کنید، بسیار یک موتور حجیمی می‌بینید که آمریکایی‌ها دوست دارن. در عوض بسیار ساده هست، فقط از 13 قسمت تشکیل شده که هم ذائقه اروپایی رو تشکیل بده، هم وقتی شما از 13 قسمت درست میکنید تعداد جوینت هایی که میخواید اینها رو به هم وصل بکنید بسیار کم میشه، تعداد ضرب هایی که قالبی که میخواید بزنید بسیار ساده تر میشه. یک طراحی مینیمالیستیک و چراغ های خیلی ساده که آسیایی ها هم دوست داشته باشن. حالا اینجا یک همین حرفی که دوست عزیزمون میزنه، اینجا یه سری سوالات پیش میاد که انجین برقی یا انجین الکتریک. انجین الکتریکی رو بله اروپایی ها دوست دارن، آسیایی ها دوست دارن، ولی آمریکایی ها اولد اسکول هم maybe اینا بیشتر V8 دوست دارن، ماشینایی که پترولی باشه. از اون طرف عرب ها هم که من احساس میکنم جامعه هدف ما میتونه عرب ها باشه، اینها هم خیلی موتور پترولی دوست دارن. توی قطر توی یک ماه من یک دونه فقط تسلا دیدم، اصلا زیر ساختشو ندارن، علاقه ای هم بهش ندارن. الان خیلی این انتخاب کردن نوع انجین که ما هیبرید انتخاب میکنیم، پترول انتخاب میکنیم یا اینکه برقی انتخاب میکنیم، روی موفقیت و شکست شرکت ما حتی تاثیر میذاره. پارتنری که داریم انتخاب میکنیم، این که پارتنرمون رو از روسیه انتخاب بکنیم یا از پاکستان انتخاب بکنیم که ما آفرش رو داشتیم و میدونید، و یا این که ما از آلمان انتخاب بکنیم، خیلی میتونه گیم چنجر باشه. الان اگه از آلمان بخوایم انتخاب کنیم خیلی خوبه، کل دنیا دوست داره، ولی حالا مسئله اینه که آلمانی ها پیچیده درست میکنن، آلمانی ها قطعات پس از فروششون بسیار گرون هست، تعمیر و نگهداریش بسیار گرونه، استانداردهاشون پیچیده است. این خدمات پس از فروش بالا میبره، قیمت نهایی رو بالا میبره. 32 میلیون یورو میخوایم فقط برای 3 تاش که من تو طول 8 روز متوجه شدم این تو استیجی که ما هستیم برای ما کار نمیکنه. اگه ما با آمریکایی هایی که رپلیکا درست میکنن کار بکنیم، ماشینمون V8 میشه قطعا، دیگه خبر از تکنولوژی و کامپیوتر نیست. اون موقع آسیایی ها دوست ندارن، اون موقع اروپایی ها دوست ندارن. بسیار مسئله پیچیده ای هست و تو موقعیتی من قرار گرفتم بسیار سخته، بسیار صنعت پیچیده‌ای هست، صنعت بیرحمی هست. انتخاب کردن هر کدوم از اینها واقعا میتونه که ما رو ببره توی یه مسیر که برگشتوندن از اون شاید سالها بتونه طول بکشه. خیلی خوبه اینکه من به خانم الماس هم گفته بودم من یه تیمی دارم که به مشوره میدن و کمک میکنن که اون کارو بهتر انجام بدن. حالا که این مسئله ملی شده، اگه من تنها بودم شاید به یک شکل دیگه پیش می‌بردم. الان که یه مسئله ملی شده، حتما که من کمک مردم رو میخوام و وقت میذارم و میشنوم. این چیزی که شما میگین، ما یک ماه اینجا با ویزا نیومدیم، ما با یک چیزی به اسم حیا کارت اومدیم که 16 اکتبر تموم میشه، 3 روز دیگه، و غیر قابل تمدید هست و ما 21 ساعت تقریبا اینجا داریم کار میکنیم و واقعا هیچ فرصتی نداریم برای اینکه نمایشگاه رو رها بکنیم و بخوایم بریم شانسمون رو جای دیگه امتحان بکنیم. دوه ونچر کپیتال رو رفتیم، قطر فاندیشن رو رفتیم، قطر اینویشن رو رفتیم، دیگرات بگم آره این 3 جا رو رفتیم، ولی اینها اصلا برای یک چیز دیگه است. اینها برای ظاهرسازی، اصلا روی این پروسه ها کار نمیکنن. من الان خیلی دوست دارم که تحلیل شما رو بشنوم. ما الان یک مذاکره رو پیش بردیم با یک شرکت ایتالیایی به اسم سیلک اسپورت. اگه برید توی وبسایت میتونید ببینید با سیلک اسپورت. ولی سیلک اسپورت بعد از مصرف کردن 4 میلیون یورو ماشین روشون رو هم توی چین ساختن. اصلا لوگوها روی ویل کپ تایر روی اون لاکناتی که هست روی آن هست. و بعد از 10 روز که ماشین رو آوردن اینجا، در سمت راستش کاربون فایبره ورم کرده و 1.5 سانتی اومده بالا. کیفیت کار چینی رو من بعد از 4 میلیون یورو مصرف کردم که در سمت راست 1.5 سانتی متر اومده بالا. یک شرکتی از ایتالیایی به اسم سیلک اسپورت، با اینها پیش می‌بردیم که امروز کیفیت کارشون رو که دیدیم منصرف شدیم. با فرماکار تقریبا 7-8 روزه که داریم کار میکنیم، میبینیم که ما لازم و ملزوم همین.
اینها به ما نزدیک هست تکنولوژیشون، یک شرکت میدرنج هستن، مهمتر از همه به ما گوش میدن، به ما نزدیکتر هستن، توی روسیه هستن، امکان انتقال موتر به روسیه هست برای ما و اینا وقت میذارن برای ما، گوش میدن. امروز مجبور شدیم واقعا که یک رقمی، چون یه مشتری از قطر پیدا شد و یک مشتری از امارات و ما رو مجبور کردن، بردن به نقطه‌ای که ما عدد بدیم و تایم فریم زمانی بدیم. تایم فریم زمانیمون اگه ماشین رو منتقل بکنیم به روسیه، چون ما همزمانی که میخوایم روی دیزاین کار بکنیم، این دیزاینی که من طراحی کردم مربوط به سال 2020 میشه تقریبا، الان 3 سال ازش گذشته، یه مقدار آپدیت هایی هست که خودم نظر دارم، یه سری بحثایی هست که باید ببریمش توی وین تونل جت باد و اینها، یه سری مشکلات آیرودینامیکی داره چون ما تو افغانستان نداشتیم، مجبوریم یه سری جاهاشو بهینه بکنیم. باید موتر رو منتقل بکنیم به روسیه. اگه بتونیم موتر رو منتقل بکنیم به روسیه، بین 6 تا 9 ماه زمان میبره برای ساخت یک دستگاه، ولی اگه موتر رو ببریم تو UAE امارات، بین 9 تا 12 ماه زمان بر میشه و برای ساختن یک دستگاه موتر الان خوشبختانه شانس این رو داریم که بتونیم با این شرکت روسی یک دستگاه پیش بریم. $290,000 $290,000 آمریکایی نیاز داریم که این کار رو بتونیم انجام بدیم. ما یک مشتری قطری پیدا کردیم که این مشتری قطری به ما تا ساعت 9 شب فردا وقت داده که ما قیمتمون رو برای همین کانسپت کار، برای همین ماشینی که الان داریم بده. میگه من اینتریورش رو خودم درست میکنم، هیچ همینی که هست رو من میخوام. تمام مسائلش رو توضیح میده که این کانسپت کاره، این لیگال نیست، شما نمیتونید روی سرک این رو بدمونید، نمیتونید چیز بگین. احتمالاً کلکسیون داره و در آینده احتمالاً پتانسیل شرکت ما رو دیده، در آینده این ماشین یک ارزش کلکسیونی پیدا میکنه. اینجا الان من با CFO مون، مدیر مالیمون، امشب یه جلسه داشتیم، همین که دیر اومدیم، ما 2 ساعت و نیم یه جلسه داشتیم که قیمت درست چی هست. ما یک کسی پیدا کردیم توی امارات که کار ویزای ما رو میکنه، کار انتقال موتر رو میکنه، ولی ما تا اون موقع ما باید، خیلی آدم دقیقیه، ما باید برنامه برای این بدیم که چند تا درست میکنیم، نظرمون روی 5 تا بود و بعد تایم فریم بدیم، باجت پلان بدیم، اینکه کاستومر کیرمون چطور میشه. یعنی بحث رسید به اینجا که اگه موتر تکر کرد و ما بعد از چند وقت، چون لیمیت ادیشن هست، بعد از چند وقت مثلا ما میتونیم یه دونه بامپر به اینها تحویل بدیم. بحث سر اینه که خب مثلا 12 روز میشه یا 15 روز، تا این اندازه. ما شانسی که داریم اینه که فردا 9 شب این موترمون رو بتونیم بفروشیم به این قطری و پولی که از اونجا میگیریم رو بیاریم بدیم به این شرکت روسی که توی امارات یک دستگاه از اون بسازیم. اون دستگاه رو اگه میتونیم پیش فروشش بکنیم، میتونیم مال خودمون باشه، بحثا پیچیده است. بذارید یه مثالی براتون بزنم. ما ممکنه که فردا به این نفر قطری بگیم که $290,000 ما میخوایم تا این موتر رو به شما بفروشیم و این قطری بگه من نمیخوام و بره. ممکنه ما فردا به این قطری بگیم که ما $100,000 موتر رو به شما میفروشیم و این $100,000 رو بگیریم، مثال میزنم بتونیم بیایم یک مقداری حمایت از تیک تاک از طریق مردم نزدیک $50,000 دیگه جمع آوری بکنیم، بشه $150,000. 50% قرارداد کار رو شروع بکنیم با شرکت روسی، به محضی که بتونیم نشون بدیم که ما کار رو شروع کردیم، شرکت روسی پورتفولیوش این هست و داریم پیش میریم، قسط بعدی قرارداد فلان تاریخ هست، با اکسپوژر رسانه‌ای خوبی که داریم تو افغانستان و علاقه‌ای که مردم به این دارن، اقدام بکنیم به پیش فروش همین موتری که الان داره ساخته میشه روی وبسایتمون، ولی به قیمت 50% تخفیض. مثلا من میگم قیمت اصلی موتر $300,000، $300,000 من این موتر رو هر کسی که بخره $150,000 میدم، چون من تونستم $100,000 کمکی که مردم به من کردن رو زنده بکنم، $50,000 دیگه هم کمک از مردم بگیرم. اون $60,000 که خودم قبلا موتر رو ساختم پول شخصیمه. حالا اینجا این اینترست ایجاد میکنه برای خریدار که خب این مثل به شکل موتر بهش نگاه نکنه، به شکل سرمایه گذاری بهش نگاه کنه. یعنی من اینو تبدیل بکنم به یک استی. موقع چون لیمیت ادیشن هم هست، ممکنه یه تاجری
بیاد و این موتر رو بخره. الان اتفاقی که داره میفته توی دبی مال برای آیفون، کسانی هستن که از ازبکستان، از روسیه، از کشورهای دیگه میان امارات، صف میبندن و آیفون رو 10-12 نفر میان بهشون میگن تاجر بکسکی، تاجر چمدانی، میان و مثلا با خودشون 10-12 تا ساعت میبندن به دست خودشون. کارشون این هست 10-12 تا ساعت میبندن به خودشون، تمام دستاشون پر انگشتره و میگن اینها مال شخصی. بعد اینا رو مثلا از اونجا میارن از روسیه، بعد میان تو عرب میفروشن. از اون صدایتان گم شد به خاطر آقای رضا. اون طرف شیر آمد، صدای شیر بود. تشکر یاما جان. تشکر دوستا اون طرف اگه میتونن. رضا عزیز اگه اجازه بدین من 2 نکته را براتان اینجا یادآور شم. صدایتان نمه. و از اون ور آیفون میخرن و میبرن. الان برای ما سواله که من بهترین نتیجه که بهش رسیدم اینه که ما یک بیزنس پلنی به شکل جوینت ونچر با این شرکت روسی فورماکار دیولپ کنیم که ما لازم و ملزوم هم میشیم و ما از این بعد احتمالاً تو نمایشگاه ها با هم شرکت میکنیم. ما وان بای وان مشتری خاص میگیریم، ماشین براش فولی کاستومایز درست میکنیم، پول از خودش میگیریم و براش درست میکنیم. حالا برای موتر اول ما این شانس رو داریم که این موترمون رو مثلا $100,000 بفروشیم به ضرر، $100,000 بفروشیم بگیریم، سعی بکنیم یه $50,000 دیگه هم از طریق مردم، مثال میزنم، کمک جذب بکنیم، با 50% اون بودجه‌ای که شرکت روسی خواسته شروع بکنیم به تولید اولین دستگاه و بعد برای مردم توضیح بدیم که حالا هر کسی این ماشین $300,000 میخواد بخره، اولیش با 50% تخفیفه، میشه $150,000 که این موتر از یک موتر تبدیل بشه به یک کالایی که ارزش سرمایه گذاری داره. یعنی یک کسی بخره بخواد نگرش داره یا بعدا تو بازار سیاه بتونه بفروشش داره، چون 40 میلیون آدم این موتر رو دوست داره. ولی این تصمیم بسیار سخته، این تصمیم یه جور قماره، معلوم نیست که بشه یا نشه. من فردا گرفتن این تصمیم باعث میشه که من ناگهان ترور شخصیت بشم، ممکنه که ناگهان تبدیل به یه قهرمان ملی بشم. ولی در نهایت روز این تصمیم با منه، منظورم مجموعه انتاپه، که ما اینو تا 9 شب فردا باید بگیریم. یه پیشنهاد دیگه داریم که بریم، این آدما حرفه‌ای ان، همون کسی که همون تو امارات بخواد کار بکنه همین شرکت روسی که تولید کننده است. ولی یه پیشنهاد دیگه داریم از عربستان سعودی که اینها خیلی از بابت مسلمان بودن ما خیلی خوشحال شدن و به ما گفتن که فردا کار انتقال ما رو انجام میدن به عربستان سعودی. ولی آدمای حرفه‌ای توی این صنعت به نظر نمی رسیدن، چون سوالای فنی نمی پرسیدن و این فنی نبودنشون باعث میشه که پولشون هوشمند نباشه. توی صنعتی که ما هستیم اگه پولت احمق باشه، میگم پولت هوشمند نباشه، این خیلی میتونه بعدها وارد یک شراکتی بشین که بعدا نتونید از توش در بیاید و این بسیار ممکنه پیچیده بشه. 2 تا پیشنهاد از عربستان سعودی هست، یک پیشنهاد از روسیه هست که دفترشون توی امارات هست و یک پیشنهاد خریدن هست توی قطر. ما تا 9 شب فردا باید این تصمیم رو بگیریم. اوکی، اجازه است ما 2 نکته را یاد میکنم، باز دیگه دوستان اجازه میتیم صحبت کنن. پیشتر یاد کردین در مارکت بین المللی گفتین که مثلا یک کشور دیگه میتونه از دیگه جای پرودکت بگیره در اونجا بفروشه. بله، شرکت های بنز و بی ام دبلیو، فورد یک خاندان مثلا فامیل اینوسترهای از یا کس یا صاحباش کس یک شیر بزنس دارن بین اروپا و امریکا، کانادا و استرالیا. اینا یک بزنس شیر دارن که تکی دیگه. ما تا حالا در مارکت یعنی در اروپا یا در امریکا یا در کانادا موتر مسکویچ یا ولگا ندیدیم از روسیه. نیست، اصلا اجازه نیست. تویوتا هست، به خاطر تویوتا هم یک پارتنرشپ همراه از اینا دارن، اما از روسیه نیست. نقطه دیگر هم متوجه باشین. من نمیفهم که شما بعد از این اگه این کارا را جور کردین موتر اینستال شوه تنها به روسیه و افغانستان بفروشین یا در مارکت بین المللی. یک چیز دیگر شما متوجه نشدین، 30 کشور روسیه را تحریم کرده فعلا. این باید شما متوجه شوید. پیچیده است. من یه لحظه پرانتزی اجازه دارم باز کنم. ما با این شرکت وارد
شراکت نمیشیم، یعنی اونا استاک ما رو نمیخواد، شیرهولدر ما نمیشن. در واقع ما 100% سهام خودمون رو داریم، اونها 100% سهام خودشون دارن. به شکل جوینت ونچر مثال اگه براتون بزنم، BMW Z4 و تویوتای سوپرای نسل جدید روی یک پلتفرم سوار شدن، پلتفرمی که BMW با تویوتا با هم دیولپ دادن و تو کارخونه مگنا استیر توی اتریش که کانترکتور هست برای BMW میسازه و برای 13-14 کمپانی دیگه، روی اون پلتفرمی که با هم، پلتفرم منظور چی هست؟ اون شاسی هست، اون درایو لاین هست، اون سیستم پیشران و شاسی که میتونید اتاق رو روش سوار بکنید. اون یک پلتفرمی رو دیولپ دادن مشترکاً و BMW Z4 و تویوتای سوپرای جدید رو روی هم ساختن که شما الان اگه برید روی اینترنت عکس این دوتا رو بنویسید که تویوتای سوپرا بلوپرینت بذارین کنار هم، دقیقاً مدل اتاق، همه چیز، طول بانت پیش رو، طول بانت دقیقاً یکی هست. به شکل جوینت ونچر این ساخته شد تو همکاری 3 شرکت، مگنا استیر، BMW و تویوتا. کاری که ما داریم میکنیم این موتور انتاب تو جوینت ونچر با این موتور سیمرغ تو جوینت ونچر بین انتاب و فورماکار دیولپ داده شده و فروخته میشه برای یک مشتری خاص. به خیلی شرکت ها هستن که یک موتور میسازن برای مشتری اینقدر فولی کاستومایز که مشتری میاد داخل انتخاب میکنه که چه چرمی، اصلا طراحی میشه، فقط یک موتور طراحی میشه ظاهرش برای یکی. ما شیر هولدر نمیشه، شرکت فورماکار شیر هولدر ما نمیشه، ما اینو بسیار متوجه هستیم، ولی تست کردن یک بیزنس پلان توی دنیای واقعی تو بین 10 روز تو جایی که همه دیلرشیپ هستن و فقط 2 تا کمپانی تولید کننده هستن بسیار سخته. ویزای ما 16 اکتبر تموم میشه و من الان جوری هست که من نمیتونم دست خالی برگردم افغانستان. چرا؟ مردم میگن خوب کردی، بیرق ما رو بالا کردی، ولی من برای بیرق بالا کردن اینجا نیومدم، قطعا اومدم، ولی من میخوام کار واقعی بکنم، میخوام یه لایف استایل نشون بدم که بازار واقعی به این شکل هست. میری جواب نمیگیری برمیگردی، دوباره امتحان میکنی، میری جواب نمیگیری برمیگردی، شانس بهت رو میکنه، شانس بهت رو نمیکنه. به هر حال الان مسئله اینه که داریم در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد لانگ ترم داریم صحبت میکنیم یا در مورد کوتاه مدت؟ چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم، الان دارم صحبت کنم تا 16 اکتبر هست، برای اینکه ما بتونیم این اکسپوژری که الان توی مدیا داریم این رو بتونیم نگه داریم. نمایشگاه بعدی ما یک موتری داریم که تو یک کانترکت جوینت ونچر با یک شرکت روسی که البته این شرکت کارخونش توی روسیه است، اینها هم این هوشمندی رو کردن، ولی هدکوارترش، دفتر اصلیش توی UAE هست، توی امارات هست، یعنی به اسم امارات ثبت شده ولی کارخونه توی روسیه هست. اینها هم این کار رو انجام دادن، یعنی در واقع ما داریم با امارات کار میکنیم. ولی اگه ما موتر رو ببریم توی روسیه 6 ماهه ساخته میشه، ما ممکنه 6 ماه بعد توی یه نمایشگاه بتونیم باشیم، ولی اگه موتر رو ببریم توی امارات و مجبور کنیم که مهندسا از روسیه بیان امارات، 3 ماه بیشتر زمان میبره. در واقع داریم با شرکت اماراتی. الان به من کمک بکنید که یه تصمیم عاقلانه بگیرم تا 16 اکتبر. آقای رضا بسیار زیاد تشکر و بعد افسون جان و سلطان جان و دوستای عزیزی که طرفای شما هست، از تک تکشان معذرت میخوایم که گپ شما و دوستا را رد کردم، بسیار معذرت. رضا جان عزیز، خود توضیح از این نداری که مثلا به مردم توضیح بده که فلان چنان، گپ از گپ گذشته، خودت یک نمایشگاهی هستی که قطر واقعا ما بر خود افتخار میکنه و افتخار وطن ماست، یک انجینر ما هستی، عزیز ما هستی، جان ما هستی. یه دختر خانمی که در بالای دست همی دست گرفته و کل وطن داره ازشان گرفته، تو را واقعا که یک جای کشید خانم افسون بوده، ما بر افتخار میکنیم. و دوم از دوست عزیز ما رضا جان قند، واقعا که برد ما واقعا یک بچه گل هستی، هیچ تعریف از این نداری که من تعریف تو را بکنم که و فلان چنان برات بگویم که من تعریف تو را بکنم. گل بچه هستی، ما کلگی ما تو را دوست داریم
هیچ از این تعریف نداره که فلان چنان بگویی بر ما سرت باور داریم انسانهای روشن فکر سرت باور دارن تو را دوست دارن سر از ما حساب که دیگه هیچ وقت خدا جگر خونم نکو نگام نکو هر امر خدمت از طرف ما میایه از طرف افسون میایه از طرف سلطان میایه از طرف هموطنان عزیزت میایه اونمو بر ما کافی است ما تو را دیده را استیم که در چه حالت رسیدی در چه حالت هستی هر چیزی که میکنی مدافعیت هستم عزیز دل من قربانت اما لطفا دیگه قربانت چم بله امین. دلت نشکنن مقصد رضای عزیز دلت نشکنن نه اصلا موفق هستی همیشه موفق هستی دلت نشکنن عزیز دل با همیشه در پهلویت هستیم هیچ وقت دیره چیز بر ما ایزایش بر ما نتی که فلان یا ای شد یا او شد یا فلان شد نخیر تو یک یگانه انجینر ما هستی که به خدا امیال اگر موتر ما اول هم شوه یا نشوه هیچ همی آخر شوه موتر ما فهمیدی بیخی آخر خودش موفقیت آخر شوه موتر فهمیدی تو خدا ثابت کردی که یک انجینری هستی که دستوی کل دنیا نامتا به نام انتاب سیمرغ نامتا کشیدی فهمیدی توی یک آدم هستی فهمیدی سنجر عزیز یک چیزی که ما یادآور میکنم البته که یک کنسپت جدید در افغانستان یک کس پیدا شده که تو یک چیز جور کرده این قابل قدر است ای که برای ما تشریح میکنی البته تشریحات از این تنها سنجر جان نه به سلطان است نه به افسون است نه به خودت است به ملت است که سوال ملت میباشه بعض وقت مردم منتظر سلطان یه لحظه اجازه من یه جوابی بدم چیز جانم ازیاد نره رضا جان من یه پرانتز سلطان در اینجا سلطان گفت که نه رضا باشه نه با باشه یا دیگه باشه من سلطان رو میشناسم سلطان بسیار یک آدم گل است اما یک گپ دیگه میگم افسون هیچ وقت از یاد نبرین افسون اولین نفری است که در این عرصه هیچ وقت اصلا ما یاد بکنم که افسون تو بهترین هستی در هر عرصه در هر حالت در هر چیز در هر وطندارت کمک کردی در پهلویش استاد بودی ما همیشه راست خدا گفتیم راست خدا میگم هر کس که دیگه راست خدا نمیگه دیگه او خودش هم سلطان عزیز بسیار معذرت عزیز البته کمک کسایی که افتخارات برای کشور بیاره یا ضرورت به هموطن داشته باشه حقشان بالای همگی مردم افغانستان است و خصوصا کسایی که یک نام از افغانستان در تاریخچه جهان بیاره و در هر جای یک لوگوی برای اوجا باید همه مردم ملت افغانستان از در هر جای دنیا کس کمک کنند. گپ در چی است که البته رضا جان به کمک نیاز داره پیشتر گفتن اینوسترها است که امروز صحبت شوه I think 50-60,000 دلار is nothing هیچ کدام پول نیست گپ باز دور میخوره رضا جان زمانی که ستارت موتر باشه و هر بزنس و هزار دنیایی که بیای از اید بخره دیوان تو نو از بیرون موتر چی پرودکت استفاده شده داخلش چی استفاده شده میدن کجاست از او خاطر ما دوباره میکنم فکرتان باشه که روسیه زیر تحریم است اگر جرمنی برای آفر داده هر چقدر پول زیاد گفته میشه صحبت شو امرایش بعد آلمان باز میتونی که تاپ شود دیگه آها خب حالا اینجا من محمد رضا احمدی یه لحظه میخوام بشم عبدالقادر احمدی میخوام بشم پدرم و فکر کنم الان عبدالقادر احمدی به این سوال میتونه بهتر جواب بده یه مسئله هست یه روزی یه پدر و پسری داخل یه خونه نشسته بودن و یه شتر فروشی از بیرون از سرک داشته رد میشد و داد میزده که 10 شتر یک دانگ چوب حالا شما فرض کنید یک دانگ چوب مثلا یه خروار چوب بوده یا یک سر چوب بوده هر چیزی این بسیار کم بوده 10 شتر یک دانگ چوب و پسر میگه که چقدر ارزونه چقدر این قیمتش کمه و پدر اونجا میگه که نه پسرم این خیلی گرونه پسر اون لحظه با خودش فکر کنه که خب پدر منم بیچاره پیر شده و اعداد ارقام رو درست نمیفهمه میگذره و 1-2 سال رد میشه که دوباره همون شتر فروش از سرک رد میشه میگه 1 شتر 10 دانگ چوب و اونجا این پدر تو چرت سر زور بوده و ناگهان از خواب بلند میشه و پسرش میگه حالا برو جلوشو بگیر 10 تا شتر بگو که نگاه کنه برو که مردم نخرن زود برو تا من بیام
بعد اینجا پسر به پدرش میگه که دیوونه شدی، اون موقع که 10 شتر یک دانگ چوب بود تو گفتی گرونه، ولی الان که یک شتر شده 10 دانگ چوب میگی برو 10 تاشو بگیر. میگه سوال خوبیه. اون روز بود اما یک دانگ چوب بود؟ میگه نه. میگه امروز من 100 دانگ چوب میدم و 10 تا دونه شتر میگیرم، هست بازم میمونه. مسئله چیه؟ مسئله اینه که توی دنیایی که امروز هستیم 11 سپتامبر یه کاری با مملکت ما کرد که اصلا افغانستان عوض شد. این ما داریم تو افغانستان زندگی میکنیم. 2021 قرارداد دوحه کاری با ما کرد که دیگه من فکر نمی‌کنم تا 40-50 سال دیگه ما بتونیم ویزا بگیریم بریم جایی. اینی که ما می‌بینیم تونستیم بریم قطر، ما جز آخرین نفرایی بودیم که تونستیم کارت جام جهانی رو بگیریم و بیایم. اون هم تموم شد. ما الان دیگه هیچ جای دنیا دیگه رفته نمیتونیم. الان وضعیت رو میبینید که وضعیت اسرائیل چطوره، وضعیت آذربایجان چطوره، ممکنه کشمیر هم یه اتفاقاتی بیفته، خودمون هم درگیر هستیم، لبنان هم وارد جنگ شده، دیروز یه فرودگاهی تو سوریه هم زدن و وضعیت خرابه. ممکنه 6 ماه دیگه من استارتاپم، ممکنه من 6 روز دیگه نباشم، 6 روز دیگه من از لحاظ اقتصادی مرده باشم. الانی که اومدید بالای من مصدومی که خونریزی زیادی دارم، درسته باید گروه خون منو پیدا کنید و اگه خون اشتباه به من بزنید ظرف نیم ساعت خون من لخته میشه، خشک میشه و من میمیرم. ولی اگه شما الان دنبال این باشید که گروه خون منو پیدا کنید، بعد خون درست پیدا کنید به من بزنید، من مردم ظرف 4 دقیقه. اول شما هر خونی که پیدا میکنید به من بزنید تا من نیم ساعت برای شما وقت بخرم. شما فرصت دارید رگو بدوزید، خون منو آزمایش کنید، بسته خون منو بکشید بیرون، خون درست بکنید تو رگای من. وقتی با یک استارتاپ داریم صحبت کنیم، مسئله زمان مهمترین فاکتور هست. من یه شرکت استابلیش شده نیستم، ما یک استارتاپیم که نرخ تغییرات باور بکنید رسیده به دقایق. ما دقیقه به دقیقه شرایطمون توی نمایشگاه تغییر میکنه. این رو باید متوجه باشیم. پس هر پیشنهادی که میدید لطفاً فاکتور زمان رو توش بسیار در نظر بگیرید. الان دقیقاً من الان بسیار زود انتظار نداشته باشیم. منصفانه اون بحث هست، زود انتظار کوتاه مدت نداشته باشید، ولی هر کاری که میکنیم باید خیلی سریع انجام بدیم. در دراز مدت خیلی خوبه که یک شیرهولدر من مثلا من برم زیر مجموعه لوکسی از گروه ولکس واگن بشم، این خیلی خوبه. ولی الان این شطور یه دانگ چوب هست ولی همون یک دانگ چوب پیسه هم نیست. متوجه این چی میگم؟ من الان 2,90,000 دلار باشم میتونم 26 تا 3 مارچ فوریه سال بعد، 26 فوریه تا 3 مارچ سال بعد، تقریبا اگه اکتبر رو تموم شده اکتبر تقریبا 3 ماه و نیم دیگه، تقریبا 3 ماه و نیم دیگه نمایشگاه معتر ژنو هست 2024. همین نمایشگاه تو شهر ژنو سوئیس که این دفعه 10,000 خبرنگار بین المللی میاد اینجا، 1,000 اومده، 10,000 خبرنگار بین المللی میاد و 300,000 بازدید کننده مستقیم. بله من بسیار شانس بیشتری دارم اونجا، 3 ماه زمان دارم روی این بیزنس پلنم کار بکنم و برم اونجا و شانس این رو دارم که همون سرمایه گذار آلمانی که شما میگی، همون پارتنر آلمانی که میگی پیدا کنم. ولی من دیگه الان نمیتونم بیام به مردمم دوباره بگم که مردم اینو دست دراز کنم به من بگن 1,30,000 دلار دیگه بدید. اگه بدن میشه اون کار، ولی من دیگه نمیخوام این رو. چون امکان داره ما یک اینوستر برات پیدا کنیم که اینوست کنه، یا یک امکان دیگه داره امی شرکت روسی که برای تیونینگ میکنه که یک برانچش در دو امارات است و بسیار مشهور است. اگه امرای اینا گپ بزنی، اینا امرای چند فیصدی میتونه قرارداد کنه یا خود از یا اینوست کنه بالای موتر جور شوه و بعد از او برش تا یک مدت چند فیصدی از که فروخته شد در جهان برش بودی. باور بکنید سلطان جان، ما یه متخصص رمزارز داریم توی تیممون. ما حتی تا اینجا پیش رفتیم که این ماشینمون رو تبدیل بکنیم به یه NFT، یعنی یه چیزی از این موتر درست بکنیم تبدیل بکنیم به NFT و اون رو خاص بکنیم حالا NFT بفروشیم. خب دوران NFT ها گذشته، چی رو NFT بکنیم نمیشه. روی وبسایتمون مثل همین کوینی که الان تیک تاک درست کرده، من یک جور کوینی درست بکنم بر اساس بلاکچین اتریوم، بر اساس یه بلاکچین، یه بلاکچینی رو بردارم، اتریوم نه، یه بلاکچینی رو بردارم. اگه دوست داشتین مجتبی رو میتونیم بیاریم توی لایو، مجتبی کریپتو
مشاور بیاریم تو لایف تا این رو بتونه تخصصی توضیح بده. ما حتی به این نتیجه رسیدیم که یک کوینی درست بکنیم بر اساس یک بلاک چینی که معتبر باشه و اون رو تو یک صرافی بذاریم برای فروش، چون الان یه اکسپوژر رسانه‌ای خوبی داریم و مردم اعتماد دارن، مردم اون کوین رو بخرن و از بالا رفتن ارزش اون کوینه به یه همچی شکلی ما بتونیم یعنی به مردم سهاممون رو شیر بکنیم، چون ما زیر ساختش رو نداریم. مثلا بازاری مثل نزدک نداریم، ما بورس وال استریت نداریم. نزدک امارات هست، حالا من نمیتونم برم امارات، نمیتونم خودم کوالیفای بکنم برای اینکه اون کارو بکنم. سرای شاهزاده توی کابل توی افغانستان 3-4 سال 5 سال پیش میخواست این کارو بکنه، یک جور بازار سرمایه‌ای بزنه. بازار بانک با بازار سرمایه فرق داره، دولت نگذاشت. الان فکر نمی‌کنم به خاطر ما این کار رو بکنن. من میتونستم یک جوری سهامم رو بفروشم که بتونم سرمایه جذب کنم که این کار رو انجام بدم. اون برام امکان پذیر نیست. کوین هم نمیتونم، کوین دیجیتال هم نمیتونم درست بکنم. الان دیگه توی تیک تاک هم مردم تا همینجا میتونستن کمک بکنن. ما یه پروژه بسیار های ریسک هستیم. کاری که کردیم توی تیک تاک ما 45500 نفر آدم پیدا کردیم که این ریسک $130,000 که بسیار زیاده، به جای اینکه یک نفر این ریسک رو برداره، ما اون ریسک رو توته کردیم. حالا هر نفریش به اندازه $3 متوسط $3 ریسک رو برداشت و این پروژه امکان‌پذیر شد. دیگه این رو نمیتونم روی تیک تاک انجام بدم، یعنی بعد ترور شخصیت میشم و همین چیزی هم که الان داریم ممکنه این هم از دست بده. خب خدا کنه که سوالای سنجد جان و سلطان جان ختم شده باشه. ما لایو بخواد ادامه میدیم. اجازه بدین خانم افسون، اجازه بدین. این سوالای خیلی خوبی داره ازم پرسیده میشه. افسون جان شما وقت بتین، به خاطر که این سوالای شخصی من نیست، این سوالای است که مردم سوال میکنه از اینا. ما فکر کنم تمام شد با آینده باید پلان کنیم که چی رقم ما بتونیم کمک کنیم میره. آیا مردم به من اجازه میدن که من این موتری که الان برای بعضی ها شده غرور ملی و ممکنه احتمالش هست که دوباره از مردم کمک بخوام، احتمالش هست دوباره از مردم کمک بخوام و مردم دوباره بالاتر از $100,000 به من کمک کنن و من برم سوئیس 3.5 ماه بعد هم تولید کننده پیدا کنم هم سرمایه گذار، آیا مردم به من اجازه میدن این موتر رو فردا تا ساعت 9 شب، حتی شده یک عددی مثلا $60,000 نصف رقم کمپین تو تنها نیستی رو من بفروشم این موتر رو و با $60,000 مثال میگم از مردم دوباره گردن کج کنم، خواهش کنم یه $40,000 دیگه کمک بگیرم، $100,000 به این شرکتی که اصالتا روسی هست ولی توی امارات ثبت شده بدم به این شرکت، کار رو شروع بکنیم روی دیولپ یک پلتفرمی که این موتر ما قرار روش بیاد و بعداً من اجازه داشتم این موتر رو پیش فروش بکنم. این موتر یعنی از یک موتر تبدیل بکنم به یک کالای سرمایه‌ای، تبدیل بکنم به این. حالا شانس این رو داشته باشم که زنده موندم و مردم اون کنار اون شرکت روسی که شرکت اماراتی که الان اومده کنار من انقدر به من اعتبار ببخشه که حالا یک سرمایه گذاری اعتماد بکنه و این موتر من رو نه به عنوان موتر، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بخره، به امید که این در دراز مدت یک ارزش، یک ادید ولیوی بابت معنوی بودنش پیدا بکنه و این رو بتونه بفروشه. آیا مردم این اجازه رو به من میدن فردا شب من این رو $60,000 آمریکایی بفروشم؟ اوکی. در غیر از اون مردم باید برای خودت کمک کنه. چقدر پول؟ ببین سلطان جان، اگه من محمد رضا احمدی بعد از اومدن بیرون از مکتب از 18 سالگی به بعد 14 سال که قبلا هم کار میکردم ولی تفریحی بوده، 14 سالی که توی مارکت هستم، چیزی که متوجه شدم مخصوصا تو بازار افغانستان، تو بازار بین المللی، اگه بخوای کپیتالیسم چیست، اگه میخوای پیشرفت کنی کسی جلوتو نمیگیره، کسی جلوی ساختن این موتر رو از من نگرفت، ولی اگه بخوای شکست بخوری همه کمکت میکنن که بمیری. تو 14 سالی که من تجربه دارم تو بازار از باید و نباید حرف بزنی، از احساسات نباید حرف بزنی، باید از هست و نیست حرف بزنی. برای من فردا یک مشتری هست که باید یک رقمی بهش بدم، ممکنه که این الان خیلی مهمه من چه رقمی بدم. $2,90,000 اگه بدم 6 ماه دیگه ما یه دونه موتر داریم که میتونیم پلتش کنیم، میتونه تو سرکا بگرده و خیلی خوبه.
ولی اگه من به این مشتری فردا بگم $2,90,000 یک کانسپت کارو و اون آدم با اون عدد بزرگی که مثلا من گفته باشم بترسه یا نخواد یا تمایلش رو از دست بده و من به امید دوغ درگاه، منظورم میگیریم به امید دوغ درگاه بخوام آش درست کنم فردای دیگه وجود نداشته باشه، این یه مسئله است. اینه که الان من چه قیمتی دقیقاً بدم که درست باشه، اثر روانی درستی بذاره روی این آدم. $60,000 مثال میگم، اگه بگم 100% قبول میکنه، ولی آیا اجازه دارم تا $100,000 ببرمش بالا؟ شاید اگه 600,000 رضا جان یک گپ میگم برات. رضا جان خودت افتخار ماستی، عزیز ماستی، انجینر محبوب کشور ما هستی. ما بسیار بسیار دوست داریم عزیز من. هر قدر که وطندارا خودت حمایت میکنن بکنن، کلگی در پهلوی تست ما هستیم. ما نمیخوایم که این پروسه را امت یک نوع ایجاد کردیم که از این طریق میدیا به وطندارای خود ما خدمت کرده بتانیم. افسون جان عزیز ما، جان ما، جگر ما، اصل ما، اقدر دختر تعریف شه بکنم با اقدر کم است که افسون دیگه خلاص تاج سر دخترات. کم نزن، خدا نزنه خدا نزنه تو چوب باش. ما قدر ترا میفهمیم همیشه در پهلوی عزیزای تستی. و رضای عزیز، هر مشکل که داری، هر قدر که تو کار داری بگو بر من، ما همه قدر دیگه هم ما ضرورت داریم بگو. افسون خو یک بار گرفتی همون قدر جمع کردی. سلطان در پهلوی تست، من در پهلوی تستم و این تو پشت سر میرم، این تو کلگی را جمع میکنم. اینی هم پیش رضا هست میگم عزیز دل. چقدر دیگه هر قدر که ضرورت داشته باشی تو هر قدر که ضرورت داشته باشی، ما در پهلوی هستیم، همیشه در پهلوی هستیم عزیز دل ما. به خاطر چی؟ تو یک چیز ساختی که به خدا کل من جهان شوق دادی. فعلا کلگی میفهمه که موتر خودت که ساختی و کلگی او را میفهمن. و اگر ولی الان اگه این پروژه اگه موفق نشه اونجوری که مردم انتظار داشتن، مخصوصا اونجوری که بچهای 7-8 ساله انتظار داشتن، این ممکنه که یک اثر بسیار بدی بذاره روی اون افغان دریمی که من داشتم درست میکردم. یک بچه معسلی داره نگاه میکنه تو یک مملکت مافیایی، یه سری آدم دارن چه مثلا مواد مخدر قاچاق میکنن یا کلا قاچاق میکنن یا کار سیاه انجام میدن و ظرف یه مدت کوتاهی مولتی میلیاردر میشن. یک طرف هستن و یک طرف دیگه یک بچه غریبی هست که فقط درس خونده، هیچ کار دیگه ای نکرده. درس خونده، کار کرده. الان بچهای 10-12 ساله دارن من رو نگاه میکنن، یه آدمی که درس خونده، و یه طرف دیگه یه مافیایی رو داره میبینه که خب درس نخونده ولی داره کار مافیایی میکنه. اگه من شکست بخورم احتمال این خطر هست که این بچه بگه که خب من دیگه از این کار که دیگه بالاتر نمیشد بکنی، سوپر اسپورت درست بکنی. این کار اگه اینقدر درس بخونی تو افغانستان و یه همچی کاری بکنی و هیچ دولت حمایت نکنه، خودت هم بری دنیا هم حمایت نکنه، بعد دیگه و شکست بخوره، ممکنه که بچه‌ها همین لحظه در کتابا رو ببندن و تمایل پیدا بکنن به کار مافیایی، تصمیم بگیرن که از افغانستان برن بیرون و این واقعا برای ما سخت میشه. ما الان یه عالمه دکتر و مهندس تو افغانستان داریم. من 2 نصف شب که مادرم مریض بشه به امید همین دکتری هم که تو کابل مونده، و اگه اینم ناامید بشه و جمع بکنه بره یعنی منظورم میگیرید دیگه، من اینجا نمیتونم موفق نشم. پس بهتر هر کسی که میتونه واقعا الان دقیق باشیم که بتونیم به هم کمک بکنیم. بذارید یه سری مسائل رو توضیح بدم. ما یک روزی من با خانم الماس هم گفتم، همین شرکت فورماکار تو مذاکره اولی که داشتیم 2-3 ساعت طول کشید، برای من از روسیه یک دونه تایر موتور آورده بودن که بسیار کوالیتی بالایی داشت و واقعا رابر داشت و این رو من به خانم الماس هدیه دادم به خاطر اینکه این اولین تحفه توی زندگی واقعی بود، تو کار حرفه‌ای بود، اولین تحفه‌ای که گرفته بودم. بعد این بسیار برام ارزش داشت و داشتم فکر می‌کردم که تا از قطر خارج نشدم این رو برای خانم الماس من کارگو کنم، بفرستم که بدونه که واقعا چه کاری کرده و همین بمونه. الان ما یه پرسونا داریم، یه شخصیتی داریم که این مردم بهش اعتماد کنن. اون موقعی که داشتم با این اولین تحفه حرفه‌ای زندگیم داشتم
صحبت میکردم از کوالیتی این یا از رینگ این متوجه شدم که این ریخت نبود و کار CNC هم نبود. من آدم فنی ام، نه ریخت بود نه کار CNC بود، بلکه این پرینت شده بود، این فلز پرینت شده بود و اونجا و رابرش هم احتمالاً همینطور. و اونجا من متوجه شدم که من میتونم یه کاری بکنم. من با خانم افسونم صحبت کردم و الان چون در معرض پاسخگویی قرار گرفتم باید این رو به مردم بگم. یک کار دیگه ای میشه کرد که ببینید فیلم باربی الان توی بازار هست. باربی فیلمی درست کرد، یه فیلم سینمایی درست کرد و الان داره مرچندایزش رو میفروشه، یعنی محصولات جانبیش رو، عروسک‌های باربی رو میفروشه، لباس باربی رو میفروشه. یا شرکت دیزنی انیمیشن درست میکنه، میکی موس، بعد میاد عروسک اون میکی موس رو توی بازار میفروشه و اصل درآمدش از فروش اون مرچندایز هایی که داره، از فروش اون سامانالات بازی که داره. در واقع اون فیلم سینمایی رو میسازه برای اینکه بتونه مرچندایزش رو بفروشه. من یه لحظه متوجه شدم، این ایده به ذهنم رسید که من برگردم به افغانستان با یک پرینتر سه‌بعدی. من یه تیم رباتیکی هست که افتخار همکاری باهاش دارم، اونام داره یه استارتاپ دیگه هن. ما میتونیم RC کار بسازیم، رادیو کنترل کار. من شاید نتونم موتور واقعی تو ابعاد بزرگ برای مردای بزرگ بسازم، ولی من میتونم RC کار بسازم، یک 18 تقریبا مثلا 30 سانت، یک اسبابازی از این موتور با پرینتر سه‌بعدی تو خود افغانستان، محصول افغانستان که رادیو کنترلی هم هست، سیستم ساسپنشن هم داره، به شکل یک تحفه. من این رو روی آمازون یا روی وبسایت خودمون شروع کنم به فروختن. افغان‌هایی که خارج از کشور هستن، پدر مادرها به عنوان هدیه روز تولد، مثلا قیمت پایه $100 آمریکایی، من 2900 تا دونه از این که درست بکنم، از این اسباب بازی 2900 تا درست بکنم و این رو روی آمازون شروع کنم به فروختن. پدر مادرها این رو بخرن، بدن به بچهشون، بگن این رویای افغانی است. بزرگ فکر کن دخترم، بزرگ فکر کن پسرم، اگه درس بخونی میشی این رویایی که داری تو هم یه روزی میتونی بهش. و از سودی که از محل فروش این مرچندایز میگیرم، بیاید 2900 تا در نظر نگیریم، بیاید فرض کنیم 4000 دستگاه لیمیت ادیشن، 4000 دستگاه RC کار، رادیو کنترلی، ماشین بازی میسازم، این رو روی آمازون میفروشم و ما به تفاوتش سودش میکنه تقریبا $290,000. من این $290,000 رو بردارم و بتونم حالا برم سر پروژه واقعی کار بکنم، چون من دیگه نمیتونم از مردم واقعا کمک بخوام. این رو میتونم هندلش بکنم، میتونم کار بکنم، ولی الان مسئله اینه که پروف آف کانسپت این رو من به چه شکل باید انجام بدم. آیا بازار یک ملت 40 میلیونی 4000 دستگاه ماشین اسباب بازی رو برای حمایت از ما به قیمت $100 آمریکایی میخره یا نه؟ این ممکنه توی این شکست بخوریم، ممکنه نخوریم، نمیدونم. ماشین رو فردا ممکنه بتونیم $60,000 بفروشیم، ممکنه هم $100,000 میتونستیم بفروشیم، ولی من $60,000 فروختمش. خیلی گزینه‌های زیادی هست، ولی بهم کمک بکنید که من بتونم تا 16 اکتبر اینجا یه تصمیمی بگیریم و دست خالی بر نگردیم کابل. چون اگه من دست خالی برگردم، این یه اثر روانی خیلی بدی روی نسل جدیدمون داره، دهه 90 داره. کسایی که در آینده وقتی ما پیر میشیم، اینا کسب و کارا رو راه میندازن، مالیات‌ها رو پرداخت میکنن، قرار دکتر بشن، قرار مرزبان بشن، این خیلی اثر منفی روی اینا میتونه بذاره. الان که توی این لایف هستیم، تشکر، خیلی ممنون از اینکه دوست دارید منو، ممنون، متشکر، ولی لطف کنید به مشوره بدید، کمک بکنید، یک کار واقعی انجام بدیم، یه چیزی که بتونه کار بکنه تو دنیای واقعی. گوش ما بدید. یک چیز میگم پیش از سلطان جان و افسون جان، رضای عزیز، گفتم خب پیش از پیش گفتم، بازم میگم برات، بای هم بتی اگر یک جای برسی و نرسی همچنان تو افتخار ماست. یک چنین چیز را بر ما تو ساختی، نام ما را در کشورهای خارجی بلند کردی. تو اگر هیچ وقت ایرا چیز نکنی، بدلت نگیری که یا ما بای دادم یا موتر ما اول شد یا نشد، نه خیر. تو انسان همیشه در زندگی خود یک بار شکست میخوره، بعد از او باز هم تو بالا میره. عزیز دل فهمیدی؟
اما از قدر هر که هر وطندارای شکست خودت کامل داشتم. اما این قدر که وطندارای خودت در پهلویت بوده، تو را حمایت کرده، ما همیشه تو را حمایت و ایره هیچ اصلا در دلت نگیری که ما اگر خدای نخواسته شکست اگر بخورم، اول که شکست نمیخوری، اگر شکستم اگر بخوری همیشه وطندارای گلت در پهلویت است و هر چیزی که از دستشان میایه بر خودت میکنه و ما میکنیم. ایرا برات میگیم که عزیز دل ما هستی. یک انجینر ما داریم عزیز ما، مثل رضا داریم و مثل افسون جان داریم، مثل سلطان جان داریم و طرف بیننده های خودت هست که رمیال تو را تماشا در دوست داره. رضا جان افتخار ما، عزیز ما، جان ما گفته کلگیشان اما چک چک میکنن، جان میکنن. عزیز است قربانت عزیز دل ما. قبل از اجازه است یک سوال کنم؟ جان در خدمت. سوالی است که حکومت فعلی افغانستان امارات چرا در این فکر مفکوری که افتخار ملت هستی، در اینجا هر قوم هر زبان نیست، ملت افغانستان است، چرا برای دی عرصه کمک نکرده؟ سوال خوبیه. پیشنهاد میکنم یک کتابی رو خواهش میکنم حتما اگه کسانی که تو این لایف هستن این یه تیکر رو بگیرید بندازید رو اینترنت. یک کتابی هست به اسم موج سوم بازگشت از دموکراسی در کشورهای آمریکای لاتین. حتما یک بار اینو بخونیم. موج سوم بازگشت از دموکراسی در کشورهای آمریکای لاتین. فکر کنم موج اول دموکراسی همزمان بود با انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه یک جمهوری رو انتخاب کردن بعد از فکر کنم بعد از ناپل اون بود یا همچین داستانهایی، یه جمهوری انتخاب کردن. بعد توی امپراتوری آلمان و اتریش و اینها یک جا شدن. اونها یه شبه امپراتوری داشتن. اونها فرانسه دموکرات رو تونستن شکست بدن. اینجا یک بار دموکراسی شکست خورد، دوباره یک سری کشور برگشتن، دوباره یه سری دیگه داشتن، خودمون داشتیم که دوباره رفتیم برای دموکراسی برگشتیم. موج سوم بازگشت از دموکراسی توی آمریکای لاتین اتفاق افتاد. خیلی از حوصله این بحث خارجه و اونجا شما میتونید برید اون مطالب بخونید. دقیقاً به همون علت ما 20 سال تلاش کردیم که البته یک بار تو دوره دموکراسی، دهه دموکراسی، تو ظاهرخان اجازه داد که احزاب شکل بگیرن، سلطنت مشروطه شد، بعدن حزب خلق و پرچم 2 نفر از پرچم رفتن توی مجلس. اون 2 نفر انقدر بابک کارمل و یک خانم دیگه انقدر قدرت داشتن که 200-300 نفر آدمو کنترل میکردن. کودتا شد، ما برگشتیم از دموکراسی، از جمهوریت بیزار شدیم. یک بار دیگه ما 20 سال تلاش کردیم که جمهوری باشیم و دموکراسی داشته باشیم، ولی چون دموکراسی رو وارد کردیم، این دموکراسی وارداتی بود. اگه بخوام سوال ساده براتون توضیح بدم، مثل اینه که شما سیستم برق سامانالاتی که از چین میخرین 3 تا شاخک داره، بعد محصولاتی که مثلا از ایران میخرین جای 2 تا شاخک داره، بعدن شما مجبور تبدیل. ما دموکراسی رو وارد کردیم و نتونستیم دموکراسی رو افغانستان در واقع پلاگ کنیم. متوجه این چی میگم؟ این موج برگشت رو داشتیم. اینه که بعد از اون داستان من میگم 20 سال تلاش کردیم که دموکراسی داشته باشیم و از دولت سوال بکنیم و دولت پاسخگو باشه به ما که چرا این کار را کردی یا چرا این کار را نکردی. 20 سال وقتمون رو گذاشتیم و نشد. ما برگشتیم از دموکراسی. الان این موج 4 میشه دیگه. موج 4 فقط ماییم. ما موج 4 که از دموکراسی برگشتیم. خودش میتونه یک کتابی باشه و من تصمیم گرفتم که بعد از 20 سال موج 4 واقعا عمرم خیلی کوتاهه، وقتم ندارم، مشکلات افغانستان بسیار زیاده، فرصت این که از دولت بپرسم چرا و ندارم. این دولت ببخشید اینجوری میگم جمهوری دیگر نیست. جمهور مردم اینجا حکومت نمیکنه. بحث اون دموکرات بودن و اینها. پس در نتیجه اصلا سوال پرسیدن معنا نداره. منظورم رو متوجه میشه، یعنی اصلا سوال نپرسیم، این اون ورا کلا فراموش بکنیم. منظورم متوجه میشین؟ اوکی. خب ما کوشش میکنیم یک اینوستر خوب برات پیدا کنم. یک کس براتون گفتم که امروز از اون میتونیم صحبت کنیم، برایش ایمیل کنیم یا یک مسیج کنیم. یعنی یک کس است که زود است
امکانات داره دیگر روز برات اپاینتمنت بده، اما پیش از او باید بفهمه که درباره چی. حتما از موترشوی قطر خبر است و باز در غیر از او اگر دوستایی که مثلا در لایف برات کمک میکنن در این جمعه یا راستن برات کمک میکنن وطندارا یا قسم که سنجر جان گفت تو یک زحمت کشیده نباید قسم آسان هم از دست بره. اما قسم که کمک میشه، البته کمک کاش که از جیب ما و سنجر یا از افسون باشه، طبعا دوستا از افغان هاست، مردم ماست کمک میکنن. همه قسم باید دانه دانه تشریح بر اینا شوه که دمانی کجا ما اینوست کردیم. اوکی درست است. مثلا خودت میگی که 60,000 شاید موتر بفروشم. You invest more than about 100,000 تا از افغانستان تا به قطر آمدی. Even I know که کارگو costed 5,000 مکسیمال کت بیمه 7,000. اما اینوست کردی سر موتر و غیره و غیره، هر چیز یا دانه دانه میخواین، به خاطر که تو نشه که انگشت طرف از دختر وطندار ما افغان دور بخوره بگه والا این امروز لایفا گرفته بودن درباره افسون که افسون مچم اتور است که رضای تو کده درباره خودت اتو. ما سوالایی که میکنم امکان داره سرتان بعد بخوره یا به چرا مطالبه میگم. ای که خودت گفتی خاموش بودن خوب است، اما مور خاموشی را که دان مردم فعلا زده و جمهوریت رفته و دیگه کسایی ایدم کلش هم فهمیدم منظور چی است. این اطور است که مثلا خدای نخواسته کل چیز پاک باشه که مردم به مدل پاک امرایت کمک کنه و تو هم پیش بری و نه تنها که برد یک پیسه پول بیایه، نام خودت و از پدر محترمت در تاریخچه افغانستان بر دنیا ثبت شود. مردم چرا پراد میکنه، افتخار بالای خود میکنه. ما او روزم یاد کردم، فکرتان بود مچم افسون جان یا نه، افتخار کشورها چی است؟ کلاشینکوف و تاریخ کشیدن نیست. چیزایی که دارن در کشور، مثل که ما یک بوت بامیان داشتیم تکه تکه شد. یک افتخارات خودت هستی که اولین کس یک موتر بینی نام میاری در افغانستان به مردم افغانستان که ما اینی را جور کردیم تا اینیجا تانستم بگیرین دست مرا، ما تا اینیجا خود رساندم، ما تا قطر هم رساندم. هر فکری که شما پوزیتیو نگاتیو دارین، حالا ما کتما دست یکی کنین، هینمی هیچ پول بیاره نبیاره، فقط نام ازی در گوگل که بزنی طرف برای یکی از افغانستان است. اینی افتخارات است. سلطان یک دقیقه چیز جان رضا جان گپ ما زیادم داره. چیزی که سلطان میگه واقعا است، عزیز از جان است. بسیار زیاد تشکر. و یک گپ آخر من میگم، اینجا ساعت ما بسیار ناوقت شد، 2 شب 6 ماست فعلا، از 2 تا 6 تیر است. ما از لایفتان دیگه به مذرت خواسته ما میرم. دوستای عزیز کلگیتان افتخارم هستیم. بازم میگم رضا جان، بازم برد میگم خودت افتخار ما هستی. افسون در اروپا است، سلطان در اروپا است، ما در ترکیه هستم و بعض دوستای ما در کانادا هست و امریکا هست، در هر کشوری که هستن. اینا افتخار ما هستن، خودت تشویق کردن و هیچ وقت نمیمانن که تو پس بمانی. بازم در پهلویت هستن، ما در پهلویت هستیم از ظلم. و کسایی که یک چیزایی که برات میگن، ما 5 سالی تجربه را دارم که قدر برمده و دشنام و چتیات و نمک ناشناسی و فلان چنان زیاد گفتن. با این دختر خانم که در پهلوی تو است، ما اینقدر این را بخوایم تعریف کنم با خدا. باشه تو اگر اینقدر موتر رضا جان تعریف کنی یا کل دنیا خبر میشه از دودگان، فهمیدی؟ هر دقیقه شور میخوری افسونه تعریف داری. یک چیز برات بگم، اما این فراموش نشدنی از این دختر، باور کن این فراموش نشدنی از اینقدر به خاطر رضا جان پشت ما پلیس میگرده. واقعا که عزیز است. و استادادی بزرگوار ما، استاد بزرگوار ما کتمه که در گرند بازار کتمه یک جای است، ما کاره آنلاین شا پیش میبرم. استادادی هم یک سلام رسانده به انتاپ عزیز. آرتستون است، شاید بشناسی آرتستون، حتما فالو کو. رضا جان ای استادم است، خو یک گزاره است خودش، اما یک انسان اقدر یک دستباز است، اقدر یک خرابات است. ایت یک انسانی است که هیچ وقت فراموش کردن نمیتونی. 4 سال از که چشمک امرایش هستم، واقعا یک انسان گل است.
من زیاد وقتتان نمیگیرم، من کم کارم دارم. من بسیار خوش شدم. یا مام با اجازه تان استاد سامیرم بسیار خوش شدم کامرایتان صحبت کردم. افسون شماره رضا جان بر ما روان کو، ما سر سباکت چند نفرا گپ میزنیم. میکشور اگر ما کسایی راست پیدا کردم که در تاب لیول باشه، انوستورای بهتر باشه یا بخواین امرایت گپ بزنه، باز میتونیم یک کنفرانس امرایشان بگیریم. توی 3 روز سرمایه گذار، من بهتون گفتم یک شرکتی میتونید چک کنید، دبلیو موتورز 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کردن از سال 2014. 3 مدل ماشین دارن، لایکن دارن، فینیر دارن و یک SUV دارن که برای پلیس امارات تولید میکنن. سرمایه گذارش که از شیرهولدراش 2 روز پیش با یکی از دوستان دکتر صاحب، حالا اسمشون